بنا به نوشته مطبوعات هندوستان مقامات دیلی از سلطنت عمان خواستند که تا ذاکر نایک یک واعظ مشهور ولی ضد و نقیض مسلمان را بازداشت و به هندوستان استرداد کنند. قرار است این واعظ مشهور روز پنجشنبه 23 مارس سال 2023 در روز اول ماه رمضان به عمان سفر کرده در این کشور عربی دو نشست برپا کند. بنا به نوشته رسانه‌های هندی در رابطه با بازداشت و استرداد نایک به هندوستان، کنسولگری هند با مقامات دخلدار عمان در تماس شدند. اینچنین وزارت کارهای خارجه هندوستان نیز سفیر عمان در دهلی را دعوت نموده با مسئله بازداشت و استرداد این واعظ شناخته را در بین گذاشته است. ذاکر نایک شهروند هندوستان بوده از سال 2017 این جانب در زیر پیگرد پلیس هند قرار دارد. مقامات هندوستان ذاکر نایک را به پولشویی و تروریسم متهم می‌کنند، ولی ذاکر نایک این اتهامات را قبول ندارد. او بعد از تهدید و تعقیب قرار گرفتنش در سال 2017 هندوستان را ترک نمود و چند سال باز در مالزی زندگی می‌کند. قبل از این در سال 2010 بریتانیا و کانادا به ذاکر نایک اجازه ورود به خاک خود را نداده بودند، اما در سال 2022 در آستانه جام جهانی فوتبال دولت قطر از نایک دعوت کرده بود تا به هواداران فوتبال در مورد دین اسلام صحبت کند. ذاکر نایک در موعظه‌هایش این عقیده را تبلیغ می‌کند که هر یک مسلمان باید به اطرافیان خود راه درست اسلام دور از شرک و سیاست را تبلیغ کند و با این راه پیش راه اسلام بدبینی را بگیرد. برخوردها به موعظه‌های این روحانی گوناگون است، ولی در عموم او تماشابین زیاد دارد. صحبت‌ها و محفل‌های ذاکر نایک در چندین شبکه‌های ماهواره‌ای تلویزیونی با زبان‌های مختلف پخش کرده می‌شوند. همچنین او تلویزیون شخصی خود را دارد. در سال 2015 ذاکر نایک برای حمایتش در راه اسلام از جانب ملکه عربستان سعودی به مبلغ $200,000 آمریکایی و یک جایزه طلایی وزنش 200 گرم سرفراز گردانیده شده بود. بعضی از رسانه‌ها نوشته بودند که شاه عربستان حتی و او شهروندی این کشور را نیز داده است، ولی تا به حال این خبر رسما تصدیق نشده است. ذاکر نایک را در تاجیکستان نیز میشناسند و سخنرانی‌های او را در اینترنت و کانال‌های ماهواره‌ای اساساً به زبان‌های فارسی و یا روسی گوش می‌کنند.